لناحية ديرلوك يا جرداي قازا مدي بدوراتيا 500 متر جگوند گوهرزی. سی تونیل جبارو نجدوان دوره و حاطن ندیتن. پانیا تونیل 7 سانتیمتر و درجهی آوانجی 2 متر جبوی 3 مترایه. هیان هاجی نایت زانین او تونیل جبال که و حاطن لدان و آرمان جلدان آوان تونیلا چیه؟ رو نجدوان گونده گوهرزی جی دی بیجن. او چلانه که بلدان آوان تونیلا تهمت بار ناکن. شکوماجی نوشته سر کسب نشیم بین که پیکی کلا که پارتی کلا که ایگتیم چه حزب هم به متهم نکن یعنی بین فلان کسی کلا هم نزنی راستی بس هم هست یعنی افلانت پرانی داره شله وان یعنی او آشکارا کن هم جدی حالی کاری وان کن بس بیت آشکارا کن که بچه هات که کلان که چمرم پهیا که راه گنده ما یعنی تشته حساب بیت کردیم مگاله که نخوشه. رخیشا را ید کلو مقصده که به اوزان کده چلیگن برای من مقصده او به چنویره و برای ما او گفت که شرط چه بید کوتین تک به پقید و باور که از مثلا انا بجم یان حاشا که پککی یان که انظام که چیزی باید بنوزه سبارت به تهمت بار کردن پککی جبلیدان و آنتونیلا بختیار دوغان برپرسی راگهاندون و چاپامانی هپگی دداخویانی که تایبت دجوی این آرتی راگهاند وان تونیلان دبن جاده سرگیل نزیکی ناحیه دیرلوک پلانا میتا ترکایه جوی کو آریشا لدور درست بکتنو وی بابتی چه پیوندی به مونین و امکار بیوی آوای ناکین این آرتی پیوندی به روبر ناحیه دیرلوک کر لیبرهف نبو چه داخویانی آن درباره ای وان تونیلان بدد هکن بینو ساکنی افم بو سر 2 ساله یعنی اف دبره همیتنا بوم باران کردن بس گوهر زیو دارو برنایت بوم باران کردن و کلان آوان تونلاجی از بینم افتشته غریب الدف من اودهی نیفروی چه بی تقریبا ساعت ایکی هات یک کشف کردن بس ام حس کن همی جبه نکشف کردن لیدانا وان تونیلا کارودان دنا و خلک دوری لپی خوانیه و هر وصابوی جه ترس و دودلیجی لجمولاتیان گنده گوهر زیده که بیتا روشالات قضا آمدیه سر بناحیت دیرلوکه زیده باری و چنده دم 2 سالانه سنور قضا آمدیه دهیت بردو مانکرین جوال فروکین ترکیه و لیوه کرون جوانین وان گندان دی بیجن حیانه ها سنور گنده گوهر زی نهات یا بردو مانکرین نیاتور امارین نارتی گنده گوهر زی سنور ناحیه دیرلوک